هرگز دوباره ازدواج نکرد. ولی البته که به رابطش با مردا ادامه داد و با زنجیره‌ای از مهمترین و جذابترین و پولدارترین مردای سراسر اروپا و دوران خودش قرار گذاشت. اما مهم نیست که اونا چقدر آدمای مهمی بودن. کوکو همیشه کاراکتر مستقل خودش رو حفظ کرد. حوالی سالهای 1920 اون با گرند دوک دیمیتری پالوویچ که یکی از اعضای خانواده رومانوف بود رابطه داشت. اگر عکسای کوکو رو دیده باشین احتمالاً متوجه شدین که توی خیلی از اونا کوکو یه گردنبند مروارید خیلی زیبا به گردن داره. اون گردنبند متعلق به خانواده رومانوف بوده و گرند دوک اونو به کوکو هدیه داده بود. به علاوه کوکو از طریق دوک با یه عطرساز معروف به اسم ارنست بو آشنا شد. در اون زمان خانم‌ها به جای عطر از روغنای معطری استفاده می‌کردن که فقط بوی یه نوع گلو میداد. اما کوکو می‌خواست عطری درست کنه که لایه‌های متعددی داشته باشه که در طول زمان آشکار بشن. پس اونا موفق شدن با هم عطر بی‌نظیر شنل نامبر 5 رو درست کنن که یکی از پرفروش‌ترین عطرهای تاریخ تا به امروز در سراسر جهانه. حالا کسایی که پول نداشتن لباسای شنل رو بخرن میتونستن عطرشو بخرن. از اون روز به بعد همه عطرسازا و شمعسازا از این ایده ترکیب بوهای مختلف برای خلق یه تجربه منحصر به فرد از اون تقلید کردن. تو سال 1922 توی یه مهمونی یه دوست مشترک کوکو با دوک وستمینستر ثروتمندترین مرد انگلستان آشنا شد. اونا به سرعت شیفته هم شدن و دوک مدام برای کوکو نامه‌های عاشقانه آتشین و دسته‌های بزرگ گل رز با هواپیما از انگلیس میفرستاد در خونه کوکو. کوکو تابستونا رو هم توی قصر دوک در انگلیس سپری می‌کرد. در همین دوران بود که کوکو حتی با چرچیل هم آشنا شد. قبل از شنل خانم‌ها هرگز سیاه نمی‌پوشیدن مگر اینکه عزادار کسی بودن. کوکو در سال 1926 پیراهن کوتاه مشکی رو رونمایی کرد که اونقدر محبوب و انقدر پرفروش شد که مجله ووگ این پیراهن آیکونیک رو با ماشین فورد مدل تی مقایسه کرد. ساده و باوقار اما انقلابی. در این مرحله دیگه تقریباً تمام دنیا برای الهام گرفتن به شنل نگاه می‌کردن. واقعیت اینه که نمیشه حدس زد که بدون شنل امروز خانم‌ها در سراسر دنیا چی می‌پوشیدن. سالها بعد وقتی دلیل موفقیتش رو ازش پرسیدن گفت که من موفق شدم چون به خانم‌ها احساس آزادی دادم. من بدناشون رو بهشون برگردوندم. بدنایی که زیر لایه‌های مختلف پارچه و پد و تور و کرست داشت خفه می‌شد. رابطه با دوک وستمینستر به نظر خیلی جدی بود و خوب پیش می‌رفت. کوکو حتی تلاش کرد بچه دارم بشه. اما 8 سال بعد از شروع رابطه‌شون توی سال 1930 دوک برای 4مین مرحله در یک مهمانی خیره کننده و باشکوه با زن دیگه ازدواج کرد. 1 سال بعد از جدا شدن از دوک وستمینستر در برابر دریافت $1,000,000 دوباره به هالیوود سفر کرد تا برای ستاره‌ها لباس طراحی کنه. مهمترین این ستاره‌ها گرتا گاربو و مارلن دتریش بودن. این قرارداد برای برند شنل موفقیت خیلی بزرگی بود. 1 سال بعد با پل ایقب طراح جواهرات فرانسوی آشنا شد که با برند شنل همکاری می‌کرد. اونا خیلی سریع رابطه‌ای رو شروع کردن در حالی که پل هنوز متأهل بود. البته زیاد طول نکشید که همسرش ازش جدا شد و بچه‌هاشون به آمریکا مهاجرت کرد. اونا رابطه خوبی داشتن. اما متاسفانه چند سال بعد پل بعد از یه مسابقه تنیس جلوی چشم کوکو سکته کرد و افتاد مرد. اما تو این روزا بیزنس از همیشه بهتر بود. اونا برای پر کردن بوتیک‌های جدیدی که پشت سر هم باز می‌کردن به فضای بیشتر برای تولید احتیاج داشتن. پس کوکو آپارتمان طبقه بالای کارگاهو خالی کرد و یه آپارتمان در هتل ریتز اجاره کرد. کمی قبل از شروع جنگ جهانی دوم با یه بارون آلمانی به اسم هانس گوته وون دینکلاج معروف به اسپتس آشنا شد. اون یه افسر نازی، جاسوس، پلیبوی، شدیداً خوش‌قیافه و 13 سال جوان‌تر از خودش بود. اما رابطه با این آریستوکرات آلمانی براش تبدیل به نعمت و نفرین شد. تا سال 1939 همه چی عالی بود. بیزنس هر روز رشد می‌کرد و کوکو در آپارتمان بی‌نظیر هتل ریتز اقامت داشت و با بارون آلمانی دوست بود. اما وقتی که آلمان لهستان رو اشغال کرد، کوکو میدونست که اونا دیر یا زود سراغ فرانسه هم میان. شاید هم دوست پسرش بهش اطلاع داده بود که حمله‌ای در پیشه. پس اون همه کارگراشو مرخص کرد و بهشون گفت که بهتره برن یه جای امن پنهان بشن. خانه مد شنل در نهایت تعجب همه بسته شد. اما بوتیکا هنوز باز موندن و خود کوکو هم در هتل ریتز منتظر طوفان نشست. 3 ماه بعد پاریس اشغال شد. خانه مد شنل مهمترین چیز در زندگی کوکو بود. اون قبلا یه بار کسب و کارشو سالم از یه جنگ جهانی بیرون آورده بود. این بارم مصمم بود که همین کارو بکنه. نازی‌ها خونه‌ها و کسب و کارهای فرانسوی خیلی زیادی رو نابود کردن.
حتی هتل ریتز رو هم به عنوان مقر فرماندهیشون در پاریس اشغال کردن و کوکو رسما مجبور شد بین اونا زندگی کنه. البته خونه و کسب و کار کوکو تا زمانی که دوست دختر بارون محسوب میشد در امان بود و این واقعیتی بود که کوکو ازش متنفر بود. کوکو هیچ وقت هیچ حرف ضد یهودی نزد. تنها مشکلی ثبت شده‌ای که اون با یهودی در زندگیش داشت پیتر ورسمیر بود. بعد از اشغال فرانسه، نازی‌ها اموال یهودی‌ها رو از جمله کسب و کاراشون رو به زور ازشون می‌گرفتن. پس کوکو نامه‌ای به دولت نازی نوشت و ازشون درخواست کرد که بهش اجازه بدن تا اون 90% از کسب و کار شنلو که متعلق به پیر بود و خودش دوباره بازخرید کنه. اگرچه پیر زرنگ‌تر از این حرفا بود و قبل از سررسیدن آلمانا همه اموالش رو در یک قرارداد موقتی به عده‌ای مسیحی فروخته بود و با خانواده‌اش به جای امنی فرار کرده بود. نازی‌ها میدونستن که کوکو با خانواده سلطنتی انگلیس دوستی نزدیک داره و 8 سال دوست دختر یه دوک بوده. پس حوالی سالهای آخر جنگ بهش پیشنهاد همکاری دادن. اونم قبول کرد. هنوزم که هنوزه خیلی‌ها اونو به خاطر همکاری با نازی‌ها نبخشیدن. اما اگه خودمون رو یه لحظه جای اون بذاریم، می‌بینیم که اون 2 تا انتخاب بیشتر نداشت. با دوست پسرش کات کنه، نازی‌ها رو محکوم کنه و همه چیزو از دست بده، یا لباشو گاز بگیره و به وانمود کردن ادامه بده تا بتونه زندگی رو که اونقدر برای ساختنش تلاش کرده بود و حفظ کنه و اون زندگی رو انتخاب کرد. اون هرگز حتی به خودش زحمت نداد که کاراشو توجیه کنه. همیشه میگفت من اصلاً اهمیتی نمیدم که درباره من چی فکر میکنین، چون من اصلاً به شماها فکر نمیکنم. بنابراین به برلین سفر کرد تا دستوراتشو دریافت کنه. اینجا بود که با شلینبرگ معاون هاینریش هیملر ملاقات کرد. در این مرحله شلینبرگ میدونست که آلمانا جنگو میبازن. پس میخواست هر جوری که شده به یه قرارداد صلح آبرومندانه برسه. پس به کوکو دستور دادن که به دیدن چرچیل بره و نامه‌ای رو بهش بده و برای کنار اومدن با آلمانا متقاعدش کنه. این مأموریت به نام عملیات سری مدل هوت در مدارک ثبت شده. کوکو به همراه اسپتس به انگلیس رفت و نامه مورد نظر رو هم به چرچیل داد. اما اون پیشنهادا رو نپذیرفت. کوکو در مأموریتش شکست خورد و به ریتز برگشت. اما سوال بزرگ بی جوابی که درباره زندگی اون وجود داره اینه که آیا اون واقعاً تمام مدت یه جاسوس دو جانبه بوده و رازای نازی‌ها رو هم به انگلیسی‌ها لو میداده؟ هیچکس جواب این سوالو نمیدونه. یکی از دلایلی که مردم همچین ظنی دارن اینه که بعد از پایان جنگ کوکو هرگز به خاطر همکاری با نازی‌ها به دادگاه نرفت. واقعیت اینه که وقتی فرانسه آزاد شد، با زنایی که عشاق آلمانی داشتن برخورد شدیدی شد. بازداشتشون کردن، موهاشون رو تراشیدن و در کل جو خیلی زشتی به وجود اومد. اون موقع اسپتس فرار کرده بود اما کوکو بازم در ریتز موند. واضح بود که همچین چیزی در انتظار اونم باید باشه. اما اون خونسردی خودش رو حفظ کرد و فرار نکرد. فقط 2 هفته بعد از ورود ژنرال دوگل به پاریس، 2 تا مرد دم در آپارتمان کوکو ظاهر شدن و به عنوان جاسوس بازداشتش کردن. معلوم شد که شلینبرگ زیر شکنجه همه چیزو درباره عملیات مدل هوت لو داده بوده. زنی که از فرش به عرش رسیده بود و نماد آزادی و موفقیت زنای عصر خودش بود و یک تنه صنعت مد دنیا رو دگرگون کرده بود، میرفت که مثل بقیه کسایی که با نازی‌ها همکاری کرده بودن توی خیابونای پاریس تحقیر بشه. اما فقط چند ساعت بعد کوکو بدون هیچ اتهامی از بازداشتگاه آزاد شد و هیچ وقتم توضیح نداد که چطور تونست این کارو بکنه. اما نظریه‌های زیادی وجود داره. بعضیا میگن که اون اطلاعات زیاد و خطرناکی درباره بالاترین سطح جامعه انگلیس داشته. بعضی دیگه معتقدن که چرچیل شخصا دستور آزادیشو داده بوده. یه عده دیگه هم فکر میکنن که اون تمام این مدت جاسوس دو جانبه بوده و سالایی که با بالاترین افسرهای نازی در هتل ریتز زندگی میکرده در واقع داشته برای انگلیسا اطلاعات جمع میکرده. به هر حال کوکو مجازات نشد، اما آبروش بین مردم فرانسه از دست رفت. تمام فرانسه بر علیهش شده بودن. حالا دیگه موندن در پاریس اصلاً امن نبود. پس وسایلشو برداشت و به سوئیس، جایی که اسپتس منتظرش بود، رفت. کوکو هیچ وقت درباره دوران تاریک جنگ صحبت نکرد و خاطراتشو درست مثل خاطرات ناخوشایند دوران کودکیش دفن کرد. دوران رویای زندگی اون تموم شده بود و اون امپراتوریشو از دست داده بود. پس کاملا دست از طراحی لباس کشید و شروع کرد به زندگی کردن با ثروت فوق‌العاده‌ای که در طول سالا جمع کرده بود. اما در سکوت در حال تماشای تغییرات فشن در فرانسه بعد از جنگ بود و از هر چیزی که میدید متنفر بود. در سال 1947 دیور استایل جدیدی رو به جامعه عرضه کرد. آبشاری از تور و دامنای بلند. کوکو طرحهای دیور رو نقطه مقابل تمام اون چیزایی میدونست که خودش در طول سالهای دراز به جامعه زنان ارائه کرده بود.
پس به این نتیجه رسید که دنیای فشن یه بار دیگه بهش احتیاج داره. زندگی خصوصیش هم خالی بود. اسپت ترکش کرده بود و عشاق روزای دور و دوستای تمام عمرش، والسان و دوک وستمینستر، هر دو مرده بودن. کوکو تنها بود و به سرگرمی نیاز داشت. پس در سال 1954 شروع کرد به طراحی مهمترین کالکشن زندگیش. پس در سن 73 سالگی پاریس برگشت. رسانه‌های فرانسه بهش حمله کردند. مردم هنوز اونو به خاطر دوران جنگ نبخشیده بودن. اما این بار این آمریکایی‌ها بودن که نجاتش دادن. سادگی تغییرناپذیر و وقار کلاسیک استایل شنل اونا رو جذب کرده بود. کوکو بدون توجه به کارش ادامه داد و مردم به تدریج داستانهای دوران جنگ رو فراموش کردن. حتی در دهه 60 برادوی یه تئاتر موزیکال از زندگی کوکو با نقش‌آفرینی کاترین هپورن به روی صحنه برد. توی این تئاتر کوکو تونست داستانی رو که دوست داشت به تصویر بکشه. توی این تئاتر اون حتی وسیله 2 پرستار بچه بزرگ شده بود. خانه مد شنل بزرگتر و موفق‌تر از همیشه بود و خود کوکو در اواخر دهه 60 تبدیل به یه ستاره بی‌بدیل شده بود. مادمازل برای دومین بار در یک قرن ثروت عظیمی رو برای خودش ساخته بود. اما خسته و تنها بود. هیچ فامیل نزدیکی نداشت و هر شب برای خوابیدن به مورفین احتیاج داشت. در نهایت در 10 ژانویه 1971 در سن 88 سالگی در آپارتمان هتل ریتز در خواب از دنیا رفت. اون سنگ قبرش رو خودش طراحی کرد، در سوئیس دفن شد. کوکو در زمان مرگش 100 میلیون دلار دارایی داشت. این پول زیادیه، اما یادمون باشه که این فقط 10% ارزش برند شنله. نوه‌های پیر تا به امروز مالک 90% از کل شنل هستن. دوستای عزیزم، ممنون که تا آخر این اپیزود همراه من بودید. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرید اونو به سایرین هم معرفی کنید. خدا نگهدار.